و من یطیع الرسول فقط اطاع الله فمن یتولی فما ارسلناک علیه حافظا. اطاعت رسول صلی الله علیه و سلم در حقیقت مثل آن است که از الله متعال جل شانه اطاعت کرده باشید و هر کس که روگردونی بکنه از سنت رسول صلی الله علیه و سلم یا پشت بکنه به سنت رسول الله، ما تو را ای پیامبر برای او نفرستادیم حفاظت کننده. یعنی کسی که بیزار و بری از سنت رسول صلی الله علیه و سلم هست، او از امت بودن رسول الله بیرون میشه و مستحق شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت نمی باشه. پشت هر عمل که رفته که به ضد سنت قرار گرفته، باید با مو عمل یک جا حشر میشه. پس سنت رسول صلی الله علیه و سلم هدایت است عمل کردن با آن. و من یطیع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. اطاعت الله و رسول صلی الله علیه و سلم انسان به کامیابی بزرگ میرسونه و حکم عمل کردن به سنت وحی است. چرا؟ و من یطیع رسول فقط اطاع الله. اطاعت رسول اطاعت الله متعال است، پس این وحی است. و ترک سنت گناه است، گناه به ملامتی هست. ترک سنت چطور گناه هست؟ و من یعصی الله و رسوله و یتعدد حدودهم یدخلون النار. کسی که ترک امر الله بکنه و سنت رسول صلی الله علیه و سلم میکنه یا پشت میکنه یا به این ارزش قائل نمیشه، الله متعال او را در آتش داخل میکنه. سوره نساء آیت 13 و 14 بیان میکنه. یعنی پس ترک سنت گناه است، این اتفاقی است که گناه است، آیه قرآن کریم هست. و تمسخر و انکار سنت انسان کافر و مرتد میسازه و از اسلام بیرون میکنه، چرا که اینجا مخالفت و تمسخر به وحی است. و الله متعال در سوره نجم آیت 3 و 4 میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن از پیش خود نمیگه مگر آنچه که به وحی میشه. و بعد باید ما مسلمان ها بفهمیم که تمسخر یا رشخند کردن سنت انسان کافر و مرتد میسازه و از اسلام انسان بیرون میشه. سوره توبه آیت 65 و 66 هم میفرماید که تمسخر به سنت رسول صلی الله علیه و سلم یا به شعائر دین انسان کافر و مرتد میسازه و انسان از اسلام بیرون میشه. پس کسایی که به سر سنت رسول صلی الله علیه و سلم رد میکنن، دلیل شرعی ندارن، آیت نیست دلیلشان، حدیث ندارن، به سر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم از گپ قوم خود، رواج خود، گروه خود، حزب خود، مذهب خود، تنظیم خود یا مجتهد و مصنف خود یا استاد خود یا پیر خود به سر سنت رسول صلی الله علیه و سلم رد میکنن، اینا در حقیقت دعوای الله بودن کردن. چرا؟ به سر نبی صلی الله علیه و سلم بغیر از الله دیگه هیچ کس اجازه نداره رد بکنه. یا کسی که سر سنت پیامبر رد میکنه او دعوای الله بودن کرده و این طاغوت و این خبیث‌ترین کافر هست. و کسی که به سر اعمال کلی صحابه رد میکنه او دعوای نبوت کرده. یعنی به غیر از نبی صلی الله علیه و سلم از بشر دیگه کسی اجازه نداره به سر جمهور صحابه بیای رد بکنه و اعمالشون رد بکنه. چرا که الله متعال در مورد کل صحابه میگه رضی الله عنه و رضوا عنه، ما صحابه راضی شدم و اونا از ما راضی شدن. پس وقتی که یک عمل سنت بودنش از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شد، اجازه نیست که ما بگیم این سنت هست، در مذهب ما نیست، در گروه ما نیست، در حزب ما نیست. در مذهب ما نیست به این معنی که مذهب ما امت پیامبر نیست، یعنی مطیع پیامبر نیست، یعنی مطیع قرآن نیست، یعنی به وحی ایمان نداره، یعنی به پیامبر ایمان نداره، یعنی اطاعت پیامبر نمیکنه، یعنی مذهب اون بالاتر از محمد صلی الله علیه و سلم است، بالاتر از الله است، بالاتر از قرآن است، بالاتر از وحی است. و این خود از کفر است اگر اینطور عقیده کسی داشته باشه. به این واسطه ابوالحز حنفی رحمت الله علیه یک از دانشمندای احناف است، او میگه که یک نفر اگر به همه سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنه، از یک سنت بد بدانه و بد ببره، کافر و مرتد و مشرک است و از اسلام بیرون است. و صاحب عالمگیری میگه که یک انسان اگر به سنت رسول صلی الله علیه و سلم تمسخر کنه مرتد و کافر میشه. و انورشاه کشمیری در فیض الباری شرح بخاری نوشته کرده که یک نفر اگر از مردم را سنت رسول صلی الله علیه و سلم منع کنه طاغوت میشه. چرا؟ سنت عبادت است، کسی را از عمل کردن به عبادت منع کنه طاغوت میشه. و اگر کسی میگه که بی سنت عمل نکن که سبب فتنه میشه و در بین امت اختلاف پیدا میشه، این گپ کلمه کفری است. چرا که فتنه حرام است، سنت حلال است. اگه یک کس میگه که عمل کردن به سنت رسول الله فتنه است، به این معنی که یعنی پیامبر فتنه انداز بود، یعنی پیامبر یک عمل حرام آورد، نعوذ بالله، واسه کلمه کفری است. پس جهالت مردم فتنه است. جهالت افضل نیست، به مردم یاد گرفتن دین فرض است، شناختن الله و رسول فرض است، اطاعت الله و رسول فرض است. الله در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اطاعت کنیم از الله و رسول و باطل نکنیم اعمالای خود را. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تحویلا. شما اطاعت کنیم از الله و رسول صلی الله علیه و سلم و از کسی که در بین شما اولی الامر باشین، از شما که شما مطابق با قرآن و سنت امر میکنه
و اگر شما به الله ایمان داریم، به روز آخرت ایمان داریم و این به شما بهتر است و آینده خوب داره. پس مسلمان باید به هر سنت رسول صلی الله علیه و سلم عمل کنه و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ آیت و حدیثی اسناد نداره که سنت تقسیم بندی کنیم و بگیم که این سنت ها از شافعی است، این سنت ها از مذهب حنفی است، از مالکی است، از حنبلی است یا فلان گروسی. غلط است، چرا که حق نبوت 4 تقسیم نشده و در هیچ جای قرآن و حدیث نیامده که سنت 4 تقسیم کنیم یا تابعداری پیامبر 4 تقسیم کنیم یا سیرت رسول الله 4 تقسیم کنیم یا اطاعت رسول الله 4 تقسیم کنیم. پس این گپ غلط است و بی بنیاد است. به هر سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هر گروه که عمل بکنه به او کامیاب میشه و هر مسلمان به هر نامی به سنت پیامبر مخالفت کنه و تمسخر کنه از اسلام ایمان بیرون میشه، کافر مرتد میشه، ولو که دانشمند باشه یا عوام باشه.